سلام خدمت بینندگان خوب شبکه تهران. همونطور که میدونین چند سالی سازمان ورزشی شهرداری تهران به منظور ایجاد نشاط شادابی در میان شهروندان تهرانی و سلامت اونها و آشتی دادن اهالی با ورزش همگانی اقدام به برگزاری مسابقات محلات کرده و امروز افتتاحیه المپیاد ورزش محلات در ورزشگاه شهید مدرس شهرداری در حال برگزاری است. یکی از رویکردهای شهرداری تهران توجه به سلامت، شادابی، سرزندگی و نشاط است، خصوص در بین جوانان و محلات ما که خوشبختانه امروز پیش‌بینی شده که بین 22 تا محله رقابت‌های بسیار مختلفی در 32 رشته برگزار میشه و محلات ما با هم رقابت می‌کنند و انشاءالله تیم‌هایی که به فینال میرسن میان در سطح تهران و محلات سطح تهران این رقابت ادامه داره تا نفرات اول تا سوم مشخص بشه. خوشبختانه ترانه فضای سبز و ترانه‌های ورزشی فرهنگی تفریحی در منطقه زیست‌الان بسیار بهبود پیدا کرده. همین که حضور محلات رو می‌بینید و جوانان پرشوری که خوشبختانه با شور اشتیاق بیشتر حضور پیدا کردن در این مراسم و در برنامه‌های مختلف نشون میده که ما آینده بسیار خوبی رو برای محلاتمون، برای جوانانمون، برای بلوچ شهر ری بسیار خوب پیش بینی می‌کنیم و انشاءالله تلاش می‌کنیم که امکانات رو در اختیار این جوانان عزیز بگذاریم که اینها بتونن موفقیت‌های بیشتری داشته باشن. خوشبختانه شهر ری ورزشیده و اکثر بچه‌های ملی و قهرمانی از این رشته‌ها بیرون اومد، شهر ما بیرون اومدن. ما تو اکثر رشته‌ها مثل کشتی، والیبال، دو میدانی، بسکتبال، فوتبال، شنا تو کلیه رشته‌ها مقام آوریم. که بعضی از رشته‌ها که چند وزن رشته‌های انفرادی اونم ورزش‌های وزنی اونم جزو نفرات اصلی خوشبختانه به این چند سال حدود 5 سالی از پیش مقام اول سطح تهران منطقه گرفته. تو هرچه از ترانه ورزشی و بیشتر از نظر مقامی که ورزشکارا شما رشته ورزشیتون چیه؟ کانت و تاریخ. چی شد که به این رشته علاقه‌مند شدی؟ خواهر بزرگتر به این رشته به من از این رشته خوش آمد. چون که محلتون مجموعه ورزشی یه جایی هستش که بتونید راحت ورزش کنید؟ بله. توصیه‌ات به همسن و سالای خودت چیه؟ توصیه من اینه که در رشته‌های ورزشی کانت و تاریخ که انتقاداتتون قدم بزنید. شما که رشته ورزشی فعالیت دارید؟ ورزش رزمی این جزو این تمرین امکانات لحاظ مخاطی هستن این رشته ورزشی نه؟ ما عادت کردیم، یعنی کلا بچه‌های جنوب شهر به این صورت عادت کردن که با حداقل امکانات بیشترین بازدهی رو داشته باشن. الان بیشترین بازیکنان تیم ملی ببینید اکثرا بچه‌های شهر ری هستن. این المپیاد یه حوزه‌ای که داشت ما تونستیم ورزشایی که خب اکثرا مردم نمی‌شناسن مثل همین اینجوستو رو معرفی کنیم به همه. یا همچین المپیادایی وقتی بذارن باعث میشه ورزش‌های گمنامی که بیشترین زحمت رو می‌کشن یا حرفی برای گفتن دارن بیان خودشون نشون بدن.
میشه رشته کار میکنی چیه؟ کارته. چی شد به این رشته اومدی؟ انگیزه داشتم، شوق داشتم، دوست داشتم که در این رشته باشم. امیدوارم که استادم از دست من راضی باشه. الان چند ساله که توی رشته ورزشی فعالیت داری؟ 2 سال. برنامه چیه برای آینده؟ برنامه اینه که اگر شاگردی داشتم مثل استاد خودم تربیتش کنم، بتونه ضرباتش رو خوب بفهمه، با ادب باشه و فرهنگ وزنی رو از بین نبره.